اگر نقش مردها را در ذهنمان کمرنگ کنیم برای من غریبه میشوند و نمیتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم و این همان چیزی است که زنها خودشان اعتراف میکنند دوست ندارن اتفاق بیفتد. شرهایت در کتاب خودش در رابطه با مردها بخشی دارد که در آن در مورد مردهایی که با فمینیسم مخالفند می‌نویسد. او میگوید این مردها باور دارند که زن و مرد حق و حقوق و فرصت‌های مساوی دارند ولی معتقدند که زنها باید زن باشند و به مردها کمک کنند که احساس مرد بودن کنند. توصیه‌های کتاب را چندین بار خواندم ولی نتوانستم بفهمم که با احساس ناخوشایند مردها نسبت به تساوی حقوق زنان موافق است یا نه. چرا آن نظریه با تساوی حقوق زنان مخالف است؟ چون این نگرشی به کسی ضربه نمیزند بلکه کمک هم میکند. باید به تفاوت‌هایی که در شخصیتمان وجود دارد توجه کنیم. بیایید تبدیل به عروسک‌های کن و باربی با جسم غیر قابل تغییر نشویم. فصل دوم. اساس مرد. شاید برایتان خیلی غیر منتظره نباشد ولی قرار است رو راست باشیم و باید بگویم که مردها کاملا میتوانند نسبت به مسائلی که تأثیر عمیقی روی زنها میگذارد بی تفاوت باشند. قبل از اینکه در امواج گوشه و کنایه ها غرق شوم بگذارید بگویم ما عمدن نمیخواهیم که سنگدل باشیم. ما خودمان را به آن راه نمیزنیم تا از دست گوشه و کنایه های شما خلاص شویم. الگوهای رفتاری که زنها را سخت متحیر می‌کند تحت تاثیر جنسیت ماست. منظورم این است که کروموزوم‌های ما دلیل این گونه رفتارهاست و باعث می‌شود سالگرد ازدواج و تولدمان را فراموش کنیم. نکته این است که مردها زن نیستند. مردها خیلی ساده‌تر از زنها هستند. آنها خیلی راحت‌تر و بی‌خیال‌ترند. مردها متفاوت هستند. تفاوت‌های شخصیتی مردها بیشتر از تفاوت‌های جنسیشان است. با گفتن اینکه مردها ساده‌تر از زنها هستند